Next. Next یعنی بعدی. در اینجا یک خانومی چند تا از دخترها رو آورده و که بر اساس اندام ظاهریشون یک عروس برای پسرش انتخاب بکنه. You're staying. You're staying. به دختره اشاره میکنه و میگه تو میمونی. منظورش اینه که تو رو قبول میکنم، بر اساس اندام ظاهری تو رو قبول میکنم. زمان این جمله زمان حال استمراری یا present continuous. stay هم به معنای موندنه. Were there any doubt? Were there any doubts? آیا شکی وجود داشت؟ were جز افعال to beه که در قسمت گذشتهش استفاده میشه. there اشاره به وجود داشتن چیزی داره. any هم به معنی هیچ که در جملات سوالی و منفی استفاده میشه. doubts هم یک اسم به معنی شک ها که اینجا اسم جمعه. Next. next بعدی. It's my turn. It's my turn یعنی نوبت منه. ما اینجا ضمیر ملکی به معنی مال من و turn هم یک اسم به معنی نوبت. It's my turn یعنی نوبت منه. You're staying too. You're staying too. تو هم میمونی. یعنی این دختر رو هم انتخاب میکنه این خانوم و میگه تو هم میمونی. No. No. اینجا این خانومه رو رد میکنه و میگه نه، یعنی نمیپذیرتش، از لحاظ ظاهری و اندامی خوشش نمیاد و ردش میکنه. Great. Great یعنی عالیه، یعنی از اندام این خانوم خوشش اومده و میگه great یعنی عالیه. So, Mary, Lisa, and Gabby. You're staying, everyone else is free to go. So, Mary, Lisa, and Gabby, you're staying, everyone else is free to go. تک تک صداشون میکنه، میگه مری، لیسا and گابی شماها میمونین، بقیه آزادن که برن. free یک صفت به معنای آزاد. Goodbye, losers. Goodbye losers. خداحافظ بازنده ها. Goodbye یک اسمه و حالت بین‌المللی برای خداحافظی داره. Losers یعنی بازنده ها، اسم جمعه، نشان دهنده توهین یا تمسخر کسیه. Well, three of you are the favorites to win my son's heart. Well, the three of you are the favorites to win my son's heart. میگه خب شما سه نفر محبوب ترین ها برای بردن قلب پسر من هستین. ول یک قیده به معنی خوب یا خوب برای شروع جمله استفاده شده. The three of you یعنی همون شما سه نفر. ضمیر اشاره‌ای حساب میشه یه جورایی. favorite یک اسم به معنی محبوب ترین. win یک فعل به معنای بردن. heart هم یک اسم به معنای قلب. What is the next step? It's simple. What is the next step? یکی از دخترها میپرسه مرحله بعدی چیه؟ که مادر پسر جواب میده It's simple یعنی آسونه. step یعنی مرحله و گام. next یعنی بعدی و simple هم یعنی ساده و آسان. I want grandchildren. I want grandchildren. من نوه میخوام. want یک فعل اصلی جمله است به معنی خواستن
grandchildren یعنی نوه یا نوه ها. children به تنهایی اسم جمعه، مفرد نیست. Whoever gets pregnant from my son first will become his wife. Whoever gets pregnant by my son first will become his wife. میگه که هر کسی که اول از پسرم باردار بشه یا حامله بشه همسر او خواهد شد. Whoever یک ضمیر موصولی به معنی هر کسی که. Get pregnant یعنی حامله شدن، باردار شدن. By my son یعنی به وسیله پسرم. First هم یک قید به معنی اول. Wife یک اسم به معنی همسر. Become هم یعنی شدن. Well, with such a handsome man, it would be pleasure. Well, with such a handsome man, it would be a pleasure. میگه خب با چنین مرد خوشچهره‌ای باعث افتخار خواهد بود. well همونجور که قبلا گفتیم قید برای شروع جمله استفاده شده. handsome یعنی خوشچهره، خوشتیپ. pleasure یعنی افتخار، لذت که اینجا به معنی افتخار بیشتر، باعث افتخارمه. یعنی would be نشان دهنده احتمال یا حالت فرضیه. Calm down. That's not my son. Calm down. That's not my son. آروم باش، اون پسر من نیست. Calm down یک فعل به معنی آرام باش که به صورت دستوری به کسی گفته میشه. He's my bodyguard. He's my bodyguard. او محافظ منه. bodyguard یک اسم به معنی محافظ یا نگهبان. Austin, honey, come say hi to the girls. Austin, honey, come say hi to the girls. پسرش صدا میکنه و میگه آستن عزیزم بیا و به دخترها سلام کن. هانی یک اسم یک کلمه محبت آمیزه برای مخاطب قرار دادن شخصی و say یک فعل به معنای گفتن. girls هم یک اسم به معنای دخترها، اسم جمعه. Hello everyone. Hello everyone. سلام به همه. Hello یه جورایی سلام احوال پرسی به صورت ساده و رسمیه. Everyone یک ضمیر جمعه به معنی همه. Austin will wait for you in the bedroom. Austin will wait for you in the bedroom. آستین در اتاق خوابش یا در اتاق خواب منتظرتون خواهد بود. will ما از will برای استفاده در زمان آینده استفاده میکنیم که بعدش هم wait اومده که یک فعله، یعنی به معنی منتظر موندن. یه نکته قواعدی که داره will جزء مودال ورب ها هستش و بعد از مودال ورب ها فعل ما به شکل ساده میاد که wait همونجور که میبینین به شکل ساده اومده. bedroom هم یعنی اتاق خواب. Who's going to be first? Me. Who's going to be first? مادره میگه کی قراره که اول باشه؟ چه کسی اول خواهد بود؟ منظورش اینه که یکی از دخترها میگه، دختری که قرمز پوشیده میگه می یعنی من. Going to ما از این ساختار برای پیشبینی یا برنامه ریزی در آینده استفاده میکنیم. first یک صفت به معنی اول. می هم ضمیر فاعلیه که برای تاکید بر خود شخص در سوال استفاده شده. As long as he's rich, I don't care about a wheelchair. As long as he's rich, I don't care about the wheelchair. تا زمانی که او ثروتمند باشه به ویلچر اهمیتی نمیدم. As long as یک عبارت شرطیه به معنی تا زمانی که، تا وقتی که. rich یک صفت به معنی ثروتمند. I don't care
یک جمله است که زمانش زمان حال ساده است که با don't منفی شده، یعنی اهمیت نمیدم. about یک حرف اضافه است. wheelchair هم یک اسم به معنی ویلچر. So, let's make you a baby. So, let's make you a baby. پس بیا یک بچه درست کنیم. So یک قیده به معنی پس یا سپس. Let's کوتاه شده let us که برای پیشنهاد دادن استفاده میشه، یعنی بهش پیشنهاد میده که بیا این کار رو انجام بدیم. make یک فعل به معنی ساختن. بیبی هم یک اسم به معنی بچه. Not for me. Not for me. نه برای من. not اینجا یک قید منفی کننده جمله است. منفی کرده جمله رو. For us. For us یعنی برای ما. for یک حرف اضافه است که برای نشان دادن مقصد یا هدف استفاده میشه. در اینجا به معنی برای. us ضمیر مفعولی اول شخص جمعه به معنی ما. Okay. اوکی یعنی بسیار خوب، باشه. I'm ready to change our baby's diapers, breastfeed. Are you ready to change our baby's diapers? Breastfeed? میگه آیا آماده ای که پوشک بچه‌مون رو عوض کنی و شیر بدی؟ change یک فعل به معنی تغییر دادن. diapers یک اسم جمع به معنی پوشک. breastfeed مصدر به معنی شیر دادن به کودک. Do you really want to talk about this now? Do you really want to talk about this now? آیا واقعا میخوای الان در مورد این صحبت کنی؟ ما از do استفاده میکنیم برای سوالی کردن زمان حال ساده. Really یک قید به معنی واقعاً. Want یک فعل به معنی خواستن. Talk یک فعل به معنی صحبت کردن. I just want you to understand the responsibility involved. Let's think about it a bit later, okay? I want you to understand the responsibility involved. پسره میگه من میخوام که تو مسئولیتی که درگیرش هستی رو بفهمی. بعد دختره میگه Let's think about it later, okay? میگه بذار بعداً دربارش فکر کنیم، بهش فکر کنیم. باشه. Want یک فعل به معنی خواستن. Understand یک اسم مصدر به معنی فهمیدن. Responsibility یک اسم به معنی مسئولیت. د یک حرف تعریف معینه که قبل از اسامی میاد، یعنی من و شما میدونیم داریم در مورد چه چیزی صحبت میکنیم و قبلا دربارش صحبت کردیم. Involved یک صفت به معنی درگیر شدن. Think یک فعل به معنای فکر کردن. Let's کوتاه شده let us و later یک قید به معنی بعدن. Get out of my room. Get out of my room. از اتاق من برو بیرون. Get out یک فعل به معنای بیرون رفتن. اینجا یعنی برو بیرون، گم شو بیرون. No. But دختره میگه اما، بعد پسره میگه بلا فاصله میگه no، یعنی نه. نمیذاره ادامه بده و میگه نه. I'm not sure if it makes sense for you to go in there. I'm not sure if it makes sense for you to go in there. میگه من مطمئن نیستم که برای تو منطقی باشه که وارد آنجا بشی. Sure یعنی مطمئن. Make sense یعنی منطقی بودن، یعنی منطقیه. Go in یا go in یعنی وارد شدن. There هم که یعنی اونجا یا آنجا. I have a surprise. Prepare. I have a surprise prepared.
یعنی من یک سورپرایز آماده کرده ام. سورپرایز یک اسم به معنی سورپرایز یا همون غافلگیری. prepared گذشته فعل prepare به معنی آماده کردن. Stop. stop یعنی وایسا. Don't you like it? Don't you like it؟ ازش خوشت نمیاد؟ زمانی که تی در آخر کلمه‌ای با وای در اول کلمه کنار همدیگه بیان صدای چه میدن. Don't you تبدیل میشه به don't you. No. No یعنی نه. I mean, you're very beautiful. But everything below my waist is out of order. I mean, you are very beautiful, but everything below my waist is out of order. یعنی منظورم اینه که تو خیلی زیبا هستی ولی همه چیز پایین کمرم خراب شده یا درست کار نمیکنه. mean یک فعل به معنی منظور داشتن. very قید به معنی بسیار. beautiful یک صفت به معنی زیبا. below حرف اضافه است به معنی پایین. waist یک اسم به معنی کمر. out of order یک عبارته یعنی خراب شده یا درست کار نمیکنه. Why then your mother demanding all this? Why is your mother demanding all this? چرا مادرت این همه رو خواسته؟ چرا مادرت این همه رو تقاضا کرده؟ demanding یک فعل به معنی خواستن یا تقاضا کردن. Yes, she just doesn't know that I can't give her a grandchild. Maybe I can review you after all. Yes, she doesn't know I can't give her a grandchild. پسره میگه بله اون نمیدونه که نمیتونم به اون نوه بدم. بعد دختره میگه maybe I can revive you at all. شاید من بتونم تو رو به طور کامل زنده کنم. know یک فعل به معنی دانستن. give یک فعل به معنای دادن. revive یک فعل به معنای زنده کردن. grandchildren یک اسم به معنی نوه ها و maybe یک قید به معنی شاید که برای تأکید استفاده میشه. at all یک عبارته به معنی به طور کامل یا اصلا. این ترکیب هم به طور معمول برای تأکید استفاده میشه. Listen, maybe better go. Listen, maybe better go. شاید بهتره که بری. Better در اینجا به معنی بهتر به کار رفته و معمولاً برای پیشنهاد دادن یا توصیه کردن استفاده میشه. go هم یک فعل به معنی رفتن. Yeah, your phone. your phone. آره تلفنت. اینجا تلفنشو بهش میده، به اون خانومه میده. Everything went like a clockwork. The costumes worked. Everything went like clockwork. The costume worked. میگه همه چیز طبق برنامه پیش رفت. لباسه کار کرد یا لباسه جواب داد. went گذشته فعل go به معنای رفتنه. like clockwork عبارت ثابتیه به معنی طبق برنامه یا بی‌عیب و نقص. costume یعنی همون لباس. worked
گذشته فعل work به معنی کار کردن، نتیجه دادن یا مؤثر بودن. You can do it. Good luck. You can do it. Good luck. تو میتونی انجامش بدی، موفق باشی. do یعنی انجام دادن، یک فعله. My son doesn't like to wait. My son doesn't like to wait. پسر من دوست نداره صبر کنه. doesn't شکل منفی فعل do برای سوم شخص مفرده. like یک فعل به معنی دوست داشتن، wait هم یعنی صبر کردن. Oh, well, another one. All right. Come on in. Oh, well, another one. All right, come on in. خب یکی دیگه، باشه بیا تو. Sorry, I can't. Sorry, I can't. متاسفم، من نمیتونم. can't کوتاه شده cannot که شکل منفی can هستش، به معنی نمیتونم. What's wrong? What's wrong؟ یعنی مشکل چیه؟ چه مشکلی هست؟ wrong یعنی اشکال، مشکل. I don't want to do this. I don't want to do this. من نمیخوام که این کار انجام بدم. جمله زمانش زمان حال ساده است که با don't منفی شده. want یک فعل به معنای خواستن. do نیز یک فعل به معنای انجام دادن. I don't want to do this. Sorry. I don't want to do this. Sorry. از دوباره تکرار میکنه این جمله رو و میگه من نمیخوام که این کار انجام بدم، متاسفم. Why did you come to my mother's competition then? Why did you come to my mother's competition? چرا به مسابقه مادرم اومدی؟ come یک فعل به معنی اومدن. competition یک اسم به معنی مسابقه. زمانی که دی در آخر کلمه با وای در اول کلمه کنار همدیگه بیان صدای ج میدن. Did you تبدیل میشه به did you. Why did you come? I didn't have a choice. I was threatened with deportation. I didn't have a choice. I was threatened with deportation. من انتخابی نداشتم. با اخراج تهدید شدم. حالا توسط چه کسی تهدید شده معلوم نیست، پس جمله مجهوله. ساختار مجهوله. didn't در گذشته شکل منفی فعل کمکی دوه که کوتاه شده did not هم هست. have فعل اصلی جمله است به معنی داشتن. choice یک اسم به معنی انتخاب. threatened یک فعله که در گذشته مجهول به معنی تهدید شده است که معلوم نیست توسط چه کسی تهدید شده. deportation یک اسم به معنی اخراجه. You know, getting married is the only way to get my documents, but I'm not ready to do all this. You know, getting married is the only way to get my documents, but I'm not ready to do all this. میگه میدونی که ازدواج تنها راه برای دریافت مدارکمه، اما من آماده انجام این کار نیستم. Get married یک فعل در حالت اسم مصدر یه جورایی به معنی ازدواج کردن. یک فعل به معنی ازدواج کردن. Only یک قید به معنی فقط. Documents اسم جمع به معنی مدارک. Ready یک صفت به معنی آماده. Do یک فعل به معنی انجام دادن.
I admire you for staying true to your principles. I admire you for staying true to your principles. من از اینکه به اصولت وفادار موندی تحسینت میکنم. admire یک فعل به معنی تحسین کردن. true یک صفت به معنی وفادار یا صادق و principles اسم جمع به معنی اصول. Don't worry. I won't force you to do anything. Don't worry. I won't force you to do anything. نگران نباش، من تو رو مجبور به انجام هیچ کاری نمی کنم. won't شکل منفی ویله. کوتاه شده will not هست. force یک فعل به معنی مجبور کردن و do هم یک فعل به معنای انجام دادن. You can go. You can go. تو میتونی بری. That was fast. That was fast. اون سریع بود. fast یک صفت به معنی سریع. It's tough to go after us. It's tough to go after us. دنبال کردن ما سخته. tough یک صفت به معنی سخت یا مشکل. after یک حرف اضافه است به معنی دنبال یا پس از. آسم که ضمیر مفعولیه به معنی ما. Girls صداشون میزنه و میگه دخترا. That's it. See you in 9 months. That's it. See you in 9 months. یعنی همین 9 ماه دیگه میبینمتون. I see some of you managed to get pregnant. I see some of you managed to get pregnant. میبینم که بعضی از شما موفق به باردار شدن شده اید. Managed گذشته فعل manage به معنی موفق شدن. Get pregnant یعنی باردار شدن. But I don't like lies. But I don't like lies. اما من از دروغ خوشم نمیاد. Like یک فعل به معنی دوست داشتن که با don't منفی شده. Lies یک اسم جمع به معنی دروغ ها. Leave. Leave. Leave یعنی ترک کن، برو. My belly is real. You can touch it. I know. My belly is real. You can touch it. دختره میگه شکم من واقعیه، میتونی بهش دست بزنی. بعد مادره میگه I know. میدونم. belly یک اسم به معنی شکم. real یک صفت به معنی واقعی. touch هم یک فعل به معنی دست زدن. I believe that you're carrying a beautiful baby. I believe that you're carrying a beautiful baby. من باور دارم که تو یک بچه زیبا رو بارداری، داری یک بچه زیبا رو حمل میکنی با خودت. believe یک فعل به معنی باور داشتن. carrying یک فعل به معنی حمل کردن یا بارداری کردن. beautiful یک صفت به معنی زیبا و baby هم یک اسم به معنی بچه یا But not my sons. But not my sons. یعنی اما برای پسر من نیست، مال پسر من نیست این بچه. منظورش اینه. What? What? چی؟ That's not true. That's not true. این حقیقت نداره. این صادقانه نیست. True یک صفت به معنای درست یا صادقانه. And how will you explain this? Then how will you explain this? پس چطور اینو توضیح میدی؟
Get out of my house. You're not worthy of my son. Get out of my house. You're not worthy of my son. از خانه من برو بیرون. تو لایق پسرم نیستی. Get out یک عبارت دستوریه به معنی برو بیرون یا خارج شو که اگه بی حالت نامحترمانه بگی یعنی گم شو. worthy یک صفت به معنی شایسته یا لایق. By the way, you are fired too. By the way, you are fired too. راستی تو هم اخراجی. Fired گذشته فعل fire به معنای اخراج کردن یا اخراج شدنه. Okay, I'll go too. I've failed your requirements. Wait. So... Okay, I'll go too. I failed your requirements. دختره میگه باشه من هم میرم. من از شرایط شما قبول نشدم یا من شرایط شما رو قبول نشدم. بعد پسره میگه wait یعنی وایسا. I failed زمانش زمان حال کامله. fail یک اسم به معنای شکست خوردن. requirement یک اسم به معنای شرایط. requirements یک اسم جمع به معنای شرایط یا الزامات. wait هم که یک فعل یعنی وایسا دیگه فعل امر. The truth is, my mother always knew that I couldn't have children. The truth is, my mother knew that I couldn't have children. حقیقت اینه که مادرم میدونست که من نمیتونم بچه دار شم. Truth یک اسم به معنی حقیقت. Knew گذشته فعل know به معنی دانستن یا دونستن. Couldn't شکل منفی گذشته فعل کنه به معنی نتوانستن. Have هم یک فعل به معنی داشتن. And you are the only one who didn't try to deceive us. And you're the only one who didn't try to deceive us. و تو تنها کسی هستی که تلاش نکردی ما رو فریب بدی. The only one یعنی تنها کس. Deceive هم یعنی فریب دادن. I don't know if our relationship will work out, but I promise I'll do everything I can to make sure you're not departed. I don't know if our relationship will work out, but I promise I'll do everything I can to make sure you're not deported. میگه نمیدونم رابطمون به نتیجه خواهد رسید یا نه، ولی قول میدم همه کاری که از دستم برمیاد رو برات انجام بدم تا مطمئن بشم که اخراج نمیشی یا دیپورت نمیشی. relationship یک اسم به معنای رابطه. work out یک عبارت به معنی نتیجه رسیدن. promise یک فعل به معنی قول دادن. make sure یعنی مطمئن شدن. deported یعنی deport یعنی اخراج شدن. We will. We will ما انجام خواهیم داد. مادری میگه تایید میکنه حرف پسرشو و میگه ما این کار انجام خواهیم داد.